8 январ سال 2023 تخمینا ساعت 20:00 دقیقه راننده автомашین تمغه اوپل استرا قربانزاده خورشید سال تولدش 1980 ساکن نویه بخش هنگام حرکت از سمت مرکز نویه به سمت جماعت شهرک کیروف همین نویه از اوده دوره واسطه نقلیات نبر اومده به نابالغ اسلامزاده یوسین سال تولدش 2016 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ اسلامزاده جراحات گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده 9 ینوار سال روان به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه کوشانیان با عریضه مرد 38 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 9 ینوار سال 2023 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به مغازه‌اش در آمده از آنجا 16000 سومونی، یک عدد صندوق آهنین که در داخلش 5260 سومونی بود و 2 عدد اسباب قوت دهنده برقی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانیده شده 25080 سومونی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 18 ساله ساکن شهر باختر که پیش با ماده 237 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر گردیده از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. ضمن گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخله در نویه بخش در اساس عریضه‌های ساکنان نویه مذکور جهت از جانب شخصان نامعلوم دزدیده شدن مالکیت شخصان یک نفر ساکن نویه را همچون گمانبر در صادر نمودن سلسله دزدی‌ها دستگیر نمودند. این نفر شهروند نظرف منوچهر سال تولدش 2001 ساکن نویه بخش که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده و از این به خود خلاصه لازمی نبرآورده در حالت ریسیدیو دست به صادر نمودن جنایت دزدی زده است. نامبرده شبانه هنگام در خواب بودن صاحب ملک غیر قانونی وارد منزل استقامتی شهروند نویه بخش گردیده از آنجا جواهرات طلایی، تلفن‌های موبیلی، تلویزورها، قالین‌ها اینچنین قسم‌های احتیاطی автомاشین شهروندان از قبیل چرخ‌های автомاشین و اکومولاتورها دزدیده از جای حادثه غیب زده است. گمانبر شونده نظرف منوچهر عین زمان در حبس پیشکی قرار داشته نسبتش در شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخله نویه بخش پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد.